السلام علیکم دوستان گرامی رفیقان محترم. من بسمت و مقدس جانشین فوند آلتین میراث جمهوری ازبکستان مقدم محمد زاده تاجیکستان هستم. من تمام بسیار سالها همین استاد ملا ظهور طاهری قطعی روابط دوستانه داریم، روابط کار داریم، روابط همکاری داریم. من این کس استاد را من همچون یک استاد زبردست برجسته در ساحه طب میشناسم، طب خلقی. این کس یک حصه ارزنده گذاشتن درباره دوستی همون دو خلق تاجیکستان و ازبکستان. مسئله تبابت به این کس ازبکستان با آمده بسیار همین معرضه های طبی جالب دقت همچون فایده‌ناک گذراندن، بسیار معقول شد. ما همین چیز که با میفخریم که استاد ملا ظهور طاهری اولین شخصی که در تاجیکستان همین ساحه نازک طب یعنی مناسبت های جنسی اسرار زناشویی کتاب نوشته همون دسترسی همین کتابخانه کردن. ما همین چیز که فخر میکنیم برای اینکه دنیای فارسی زبان ها به یکمین کتاب همون اسرار زناشویی زن شوهر در ایران عصرهای میانه به چاپ کرده شده بود که نام مؤلفش سلیمانی بود، درباره همون مناسبت های زن و شوهر بود. این دومین کتاب در بین فارسی زبان ها همین دست همون استاد ملا ظهور طاهری برآمد که ما از این چیز خیلی خوشحال. ما همین کتاب رو همین خوانده درباره نازکی های همین خیلی طبیات بسیار چیز را فهمیدیم. ما به این فخر میبریم. سلامت باشید. ما امروز در مرکز فرهنگ ازبکستان آلتین میراثی هستیم. بعد 13 طایفه‌های خلقی اینجا امیرقل کریموف سابق پرس سکرتری پرزیدنت ازبکستان کریموف اسلام کریموویچ همینجا ما دعوت کردن. ما اومدیم همراه بختیار شاهروف دیگر دوستانی که در سیز اشتراک کردن یک صحبتی خاص کرده سونیم. از آنجا مقدس یکی از زاده های شهر ناحیه پنجکن هستند، در اینجا کار رو فعالیت میکنند و کتاب های من نو ترجمه کرده سونیم. از آن جمله اسرار زناشویی شد اویلا مستحکم میشد، اویلا مستحکم باشد جنگ نمیشد. امروز اگر کمتر ملت ما نادرست پیشنهاد کردن که گویا در همون تراکتی که در روسیه و گزارات تاجیک ها این تماما نادرست است. برای که من یگان ندیدم که یگان تاجیک در همونجا автомат گرفته باشد، دیگر چیز گرفته باشد. اینه تشکیل کردن که آبروی ملت ما در سطح جهانی ریزانند، نه که ملت تاجیک اولین ملتی که در جهان تمام پوشکین همه مؤلفای بزرگ از آثار کلاسیکای ما خواندن، از آن جمله فردوسی، سعدی شیرازی، عبدالرحمن جامی، عبدالرحمن بیرونی، همین ها فارسی زبان بودن و زبان این در دهان پاسبان سر است. اگر چقدر معرفتی ما بلندتر باشد ما در جهان حرمت و احترام میکنند. با این یک دو چیزی که در تلویزیون ها نشون میدن ما باید رو افتاده نشویم، چون که ملت تاجیک هیچ وقت جنگ نمیخواهد، میخواهد آدم ها دوست باشند، صلح برابری و میرزا ترسونزاده در وقتش رئیس اتفاق بین المللی صلح و دوستی در تمام جهان بودند و به واسطه آدمان را دوستی بزرگ کند، در همه روی جهان مشهور کند. دشمنی ویرانکار عالم است، آدمان را خار و زار خود کند. همین ما از اون چیز همون لحظه میبریم و بهره میبریم که در حقیقت همون در علم طب همین علمان و فضلای تاجیکستان در پیش هستند، سر کرده از ابو علی ابن سینا بیرونی و غیره علما و فضلای شناخته. همین قطار همین علما ما
ملا ظهور طاهری که فخر میبریم اینچنین بختیار شاهین که یکی از استادان برجسته همون تراپی مانوالی هستند ما این کس که شناس شدیم و آینده همین همکاری براه مانده اما همکاری در ساحه طبیات همون نقص براه مانیمو همین چیز از همین لحظه استفاده برده همون دوستی خلقها را به پیش بردن گیریم همین من میخواستم از فرصت استفاده برده با کار تمام همین ساحه طبیات با عالمان برجسته همین استاد ملا ظهور طاهری بختیار شاهین این رفیقا با همون کامیابی های نو در ساحه